گله اینجا بینی مبارکه و دیدی چه محله اسمان ترخونه. اینجا رو ورودی شهر دیدی چیست. اومده بودم دوچرخه سواری لبی آب. یه دو سه تا جوون بودن توی پژو پارک، فکر کنم 4 تایی بودند، چون 2 تا جلو بودن 2 تا هم عقب. بعد غذاشون خورده بودن، ساندویچشون همبرگر خورده بودن، نوشی جونش نوشیدنی و عرقه رو خورده بودن، صدا هار هار تیر تیرش مشخص بود، نوشی جون. پس لااقل دور جون آقایون میخواستی قرم ساخت اون آشغاله رو نریزی بر سگه. اگه تو میخواستی اون ذره انو هم بره که نتونسته بودی بخوره ریختی بر سگه، با اونو میخواستی نوش در بیاری بریزی بر سگه، و اون آشغالی بود که انداختی یا چند تا پوست آلومینیومی بود، 4 تا دونه بود، 5 تا دونه بود، پلاستیک و نوشیدنیا و شیشه دلستر و اینا هم که جدا بود. میخواستی لاغر اونا را بذاری تو پلاستیک جدا کنی و سر کوچلو. یا همینجا سری پول و خونه 100 تا آشغال هست، میخواستی نامرد بندازی تو 100 آشغالی. به شرایط کشور و وضع و اوضاع که حاکمه اهمیت نمیدید و لاغر اینجوری خیانت نکنید به این طبیعت زیبایی که طبعش مونده. به این خیانت نکنید. ما این طبیعتمون این نبوده، با خیلی بعضی اینا بوده. این آب دایر بوده.